با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ به مناسبت 10 دسامبر سال روز حقوق بشر، روز جهانی حقوق بشر. برنامه‌ای داریم با حضور 2 نفر از فعالین این زمینه، سرکار خانم ژاله تبریزی از پاریس و همچنین جناب آقای آزاد صلواتی از ژنو، که قبل از اینکه به برنامه بپردازیم و خدمت این 2 مهمان بسیار گرامی که وقت خودش در اختیار برنامه گذاشتن برسیم، من یک خبری رو که جالب بود خدمت شما خواستم عرض بکنم و دعوتم کردم از این عزیزان امانش رو در برنامه حضور داشته باشن. اتحادیه خردگرایی فرانسه جایزه سال 2023 خودش رو به 2 انجمن فعال ایرانی تقدیم کرد که نمایندگانشون سرکار خانم ایران دخت انصاری هستند از اجتماع ملی برای حقوق زنان و همچنین خانم شیرین اردکانی از کلکتیو ایرانی. ازشون دعوت کردم و خوشحال هم می شدم در برنامه حضور داشته باشن. جزو انجمنهایی هستند در فرانسه که در انقلاب ژنا واقعا سعی و تلاش فراوانی کردن که صدای مردم رو به گوش دولت مردان فرانسه، به رسانه های فرانسه و به مردم فرانسه برسونند و به همین دلیل هم اتحادیه خردگرایی فرانسه جایزه سال 2023 خودش رو به اونها تقدیم کرده. من این رو به عزیزان این 2 انجمن و همچنین سرکار خانم انصاری و سرکار خانم اردکانی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همیشه سلامت باشن. خبر دیگه هم بود که مایلم در برنامه اون بپردازم و اینکه جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا به خانواده امینی اختصاص داده شد که متاسفانه ساعت 1 بامداد روز شنبه رژیم از خروج این خانواده که می‌خواستن به فرانسه بیان و در اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ این طی مراسمی این جایزه به اونها اختصاص داده شده تقدیم بشه، اجازه خروج نداده. خروج رو کاملا بدون دلیل هم اجازه خروج نداده، چون هیچ نوع حکم قضایی مبنی بر ممنوع الخروج بودن این خانواده وجود نداره. فقط ضابط قضایی اومده خودش بر طبق دستور وزارت اطلاعات عمل کرده. خب به برنامه میپردازیم. همطوری که میدونید حقوق بشر مسئله‌ای هست که باید بیشتر از یک برنامه به اون اختصاص داده بشه و من هم در برنامه‌های خودم به عناوین مختلف در این مورد صحبت کردم. اما در روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر یه مقدار میخوام موشکافانه تر به این مسئله بپردازم. اینکه به چه فعالیتی گفته میشه فعالیت حقوق بشری، چه سازمان هایی میتونن ادعا رو بکنن، مرز میان فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی کجاست و یه انتقاداتی هم به خود سازمان حقوق بشری هست که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سرکار خانم ژاله تبریزی گرامی، ممنون از قبول دعوت برنامه دیالوگ. سلام و احترام فراوان. منم به شما سلام میگم و به همکار عزیزم آقای آزاد سلام میگم و به همه بینندگان شما و شنوندگان شما سلام میگم. ضمن این هم من هم به این 3 اکیپ که خانواده آقای امینی و همینطور که مهسا، یعنی خانواده مهسا امینی و همینطور خانم اردکانی انصاری هم تبریک میگم. من با اینا با خانم اردکانی رو بیشتر آشنا هستم و با خانم انصاری هم همینطور براشون تبریک میگم. ممنون، زنده باشید. خانم تبریزی، به چه نوع فعالیتی میگم فعالیت حقوق بشری؟ والا سوال شما بسیار پیچیده تر شد. من در یک کلمه میگم عدم تبعیض و برابر شناختن دیگران همزمان با تو و هر ردیف تو نیستن. این نیست که ما همه فعال حقوق بشریم، ولی چقدر این حقوق بشر رو ما میفهمیم
چقدر رعایت میکنیم و چقدر به مفاد اون واقعا اعتقاد داریم. این یکی از اساس این است. این که مثلا من میخوام یه مثالی بزنم. 75 سال پیش این نوشته شده و الان داریم در 75 سال اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. جهانی بودن اون یکی از مهمترین نقطه های اینه و میدونیم که بعد از این هم چیزا کنوانسیون ها بیرون اومد، بعد از اونم میثاق های بین المللی نوشته شد. ولی اینا و میخوام اینم بگم که با توجه به این که کشورهایی هستن، دولت‌هایی هستن که این اعلامیه رو هم امضا نکردن، یکی از مثبت‌ترینش اینه که در سازمان ملل مجبور هستن به نقض حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر خودشون رو در کشور خودشون توضیح بدن. یعنی این یه پیشرفتی است در رابطه با همین اعلامیه. ولی این یه چیز، این یه آموزشی است، یعنی آموزش باید ببینیم در رابطه با حقوق بشر. حقوق بشر و الان توی دولت‌هایی که پیشرفته دارن تدریس میکنن که توضیح میدن چه حقوق بشر، ولی در کشورهای عقب مانده مثل کشور ما این مسئله جور دیگه است و خودمون میدونیم که حقوق بشر در ایران چجوری پیش میره و چجوری اسلامیش کردن. یعنی این چیزی که جهانی است اونا حقوق بشر اسلامی درست کردن. ولی در مجموع من میگم برابری، آزادی و عدالت، این سه واقعا چیزی است که لب مطلب رو میرسونه. برابری در همه چی، آزادی و عدالت اجتماعی. عدالت در کلش و همون عدالت اجتماعی هم جزء من اینطوری میتونم معرفی کنم که واقعا عدم تبعیض یکی از اون چیزهایی هست که ما در از حقوق بشر باید یاد بگیریم و چیزهای و این تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، مذهبی، قومی که الان در تمام دنیا تقریبا داره پیش میره، این نباشه. جناب آقای آزاد صلواتی گرامی، با سلام و عرض احترام، خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم. ما قبلا با هم یک سری مصاحبه داشتیم اما فکر کنم در برنامه دیالوگ نبوده. به هر حال امیدوارم که از این بعد بیشتر در خدمت شما باشیم در برنامه دیالوگ. آقای صلواتی، فعالین حقوق بشری به چه شیوهی میتونند یک حکومت دیکتاتوری رو به چالش بکشند؟ سلام کاکازاده عزیز، سلام خدمت همکار و همسنگر عزیزم خانم ژاله تبریزی و همچنین بینندگان کرد کانال و برنامه شما. قبل از هر چیز تبریک میگم 75مین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر. و عرض کنم در مورد سوال شما، کار حقوق بشری کار پیچیده‌ای هستش، برعکس آنچه که شاید در بعضی جوامع خیلی ساده نگری میشه در این مورد. مسئله حقوق بشر و فعالیتش برمیگرده به این که در جایی که حکومت‌ها و قوانین نمیتونن که حقوق تک تک افراد جامعه رو، به خصوص گروه‌های آسیب پذیر رو رعایت بکنن و ازشون حفاظت کنن، در اونجا نقش فعالین حقوق بشر برجسته میشه. اینو در کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه، به خصوص ایران اگه ما نگاه بکنیم، گروه زیادی از فعالین چرا فعالیت دارن؟ دقیقا همین استش که حقوق افراد جامعه نقض میشه به شیوه های مختلف، از زنان، کودکان و شاید گفت حتی تک تک افراد جامعه به نحوی حقوقشون نقض میشه و حکومت و دستگاه‌های قضایی در این مورد یا اقدامی انجام نمیدن و یا اصلا خود قانون در حفظ حقوق اینها ضعیف عمل میکنه. به خاطر همین این نقشی که فعالین حقوق بشر دارن این استش که این موارد نقض حقوق بشر افراد رو، گروه ها رو
اینها رو منعکس می کنند و در حالتی مثل فعالینی مثل ما که بیشتر با سازمان ها و بنیادهای بین المللی ما سر و کار داریم، این موارد رو به اونها گزارش میدیم و سعی میکنیم که از طریق اونها حکومت هایی که این نقضها رو انجام میدن زیر فشار قرار بگیرن و در نتیجه تا حدود زیادی بتونیم تضمین کننده این حقوق باشیم و حق و به حقدار تا حدودی بشه برگردوند، اگرچه این هم خودش جای سوال داره و جای توضیحات بیشتری داره. بله. خانم تبریزی، تا حالا شده بر اثر گزارش هایی که سازمان های حقوق بشری ارائه دادند در مورد کشورهای دیکتاتوری که نقض قوانین حقوق بشری در آنها دیگه کاملا شفاف و عریان هست، به عنوان نمونه ایران، آیا این گزارش ها یا بهتر بگم این محکومیت های حقوق بشری علیه ایران در سازمان های بین‌المللی، ببینید مثلا سازمان ملل، باعث شده که ایران فشاری برش بیاد، باعث شده که ایران از نقض حقوق بشر به نوعی خودش رو بیاد رفرش بکنه یا عقب نشینی بکنه یا آزادی هایی بده، یعنی تأثیر گذاشته بر سیاست های ایران، اگر بخوام خیلی واضح بگم؟ بله، من اینجوری میخوام بگم که جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته خودش این تأثیرات رو نپذیرفته. یعنی اون چیز اعتراض هایی که شده در رابطه نقض حقوق بشر در ایران میگیم که نمیپذیره یا گوش نمیکنه یا جدی نمیگیره، ولی سازمان ملل جدی گرفت. نمونه اونو من 24 نوامبر 2022 رو میگم. ببینین اون روزی که تصمیم گرفته شد یک کمیته حقیقت‌یاب برای ایران چیز بشه، رای بیاره، یه روزی بود که تمام سازمان‌های حقوق بشری و تمام فعالین حقوق بشری اون روز را واقعا گرامی داشتن، چون یعنی نشون دادن که این گزارش‌های ما نتیجه داشته، این کارهای ما نتیجه داشته. مسلماً کارهای ما نتیجه داره، مسلماً فعالیت‌های ما نتیجه داره. اگه واقعا نتیجه نداشت چرا بی خودی ما این فعالیت‌ها رو بشیم؟ ولی این جمهوری اسلامی که مقاومت میکنه، در مقابل این مقاومت میکنه. حالا مثلا در چند ماه پیش تقریباً یک چیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی قرار بود که اونجا گزارش بده. ما دیدیم که تمام، اگر ترسی ندارن چرا رد میکنن؟ تمام اون شکنجه ها رو رد کردن، تمام اون چیزایی که تو زندان ها اتفاق میفته، تجاوز، همه اینا رو میگفتن ما هیچ کاری نمیکنیم. میگفت پلیس اصلا تو خیابون به کسی کتک نمیزنه، این مردم هستن که پلیس رو میزنن. تمام اون اتفاقایی که در این اعتراضات به وجود اومده بود در رابطه با مهسا امینی، همه اینا رو رد کردن، گفتن همچه اتفاقاتی نیفتاده. این نشون میده دقیقاً که اینا خودشون هم میترسن، هم قبول نمیکنن. همین که واقعا میخوام بگن که ما سیاستی که شما میگین نیست، ولی واقعا من میگم تاثیر داره. اینا به نوعی بعضی وقتا نشانی خیلی چیزی میکنن، مختصری میکنن، ولی در درون خودشون متوجه هستن که این نقض حقوق بشر و فعالین حقوق بشر با فعالیتاشون چقدر تاثیرگذار هستن در خود ایران. و اگرچه اینا سیاست‌های خودشون عوض نمیکنن، ولی در جامعه بین‌المللی این مسائل دیده میشه. یا مثلا هر سال ماه نوامبر در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران کانادا پروژه میده، کانادا بیانیه میده که این بیانیه این امسال هم با رأی 80 کشور یعنی که نقض حقوق بشر در ایران هست، 80 کشور اونو امضا کردن. این که حالا چه کسان ممتنع بودن، بالاخره ما اون جمع رو میگیریم که بالاخره این در نظر گرفته میشه. این جمهوری اسلامی که خودش باید به این نتیجه برسه که مجبور این اعلامیه به این چیزا عمل کنه و مجبور عقب نشینی کنه در رابطه با این نقض حقوق بشر در ایران. ولی من بازم میگم، تکرار میکنم که نتیجه فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشر، فعالین حقوق بشر، نشونش در 24 نوامبر 2022 نتیجه داد و من واقعا آرزو میکنم که ماه مارس
که قرار است کمیته حقیقتیان گزارش خودشو به سازمان ملل بده که ایران چه جنایتی انجام داده، اون مسئله رو بتونه اثبات کنه. بله آقای صلواتی، خب در ایران به عنوان نمونه میگم ما شاهد هستیم که افراد زیادی که فعال حقوق بشری هستند و فقط نقض قانون حقوق بشری رو در اقصانقاط اون کشور گزارش میکنند، به تصویر میکشند، برای رسانه ها میفرستند یا اصلا خودشون در جراید ایران اون رو اعلام میکنند، به زندان میفتند و بر اونا انواع اتهام های سیاسی و جاسوسی زده میشه. حتی مثلا در مورد 2 خبرنگاری که قتل ژینا امینی رو گزارش کردند، این 2 خانم گرامی رو به جاسوسی متهم کردند. سوال اول من این هستش که چرا رژیم این برخورد رو میکنه، و در بخش دوم میخوام شما به این بپردازید که این مرز بین فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی کجاست؟ بفرمایید. بله کاکازاده عزیز، عرض کنم خدمت شما در این که چرا حکومت ایران علیه فعالین حقوق بشری یا حتی روزنامه‌نگاران یا هر قشر دیگی از فعالین، حتی فعالین اجتماعی، فعالین فرهنگی هم همین اقدامات انجام میشه. کلاً سیستم های توتالیتر از این که در مقابل اونها صدی باشه و از فعالیتایی که انجام میدن، از اقداماتشون اینها انتقاد میکنن، به هر حال اینها ناراضی هستن و اینها رو در صف دشمن قرار میدن. و در گذشته و تا به حال هم اکثر فعالینی که دستگیر میشن اتهاماتی از جمله جاسوسی همیشه به اونها نسبت داده میشه، همکاری با کشورهای بیگانه یا ضد جمهوری اسلامی. اینها مرتباً اتهاماتی هستند که میشنویم و این هم همین هستش که برمیگرده به همون مسئله فرق که شما فرمودین و در مورد سوال اولتون، این که فعال حقوق بشری از ارزش‌ها و از استانداردهای خاص جهانی حمایت میکنه و برای ترویج اینها فعالیت داره و وقتی که این کشورها، این حکومتها خلاف این استانداردها حرکت میکنند، این تضاد اینجا ایجاد میشه و در اینجا هستش که مشکل اصلی برای فعالین حقوق بشری ایجاد میشه، چون برخلاف آنچه که این حکومتها خواهانش هستند و جوامعی ساکت و مطیع بیشتر خواهانش هستند و این فعالین صدای جامعه میشن و صدای گروه‌های مورد ظلم قرار گرفته و ستم دیده میشن و اینجا هستش که تضاد خیلی عادی هستش. فقط مشکلاتی که برای فعالین پیش میاد، این مسئله خیلی مهم هستش که ما میبینیم حتی هر نوع ارتباطی، حتی در مواردی که یک فعال حقوق بشر یا حتی خانواده اونا مثل همین نمونه‌هایی که شما عرض کردین برای دریافت جوایزی به قصد سفر دارن، حتی از اونا ممانعت میشه. این ترسی هستش که نهادینه هستش و شاید جزء ذات این نوع حکومت ها هستش. بله خانم تبریزی، به هر حال ما میدونیم در ایران به ملیت ها ستم مضاعفی میشه، به کردستان، آذربایجان، بلوچستان، اهواز، گیلک و بقیه مناطقی که به هر حال با مرکز گرایی نیستن، این ستم مضاعفی میشه. در همین چند روز پیش ما خبری رو شنیدیم مبنی بر اینکه افرادی که در سنندج داوطلبانه زبان کردی آموزش میدادن به سالیان به بیشتر از 30 سال اگر اشتباه نکرده باشم اینا حکم داده شدند، 10 سال و 12 سال.
قبلا هم همین خبر رو در جای دیگر ایران داشتیم. من حتی یادم در آذربایجان هم چند نمونه اینطوری داشتیم. و در مورد انقلاب ژینا ما شاهد بودیم که متاسفانه بیشتر قربانیان، بیشتر کشته شدگان، بیشتر شهدای انقلاب ژینا، اگر بخوایم به صورت آماری در موردش صحبت بکنیم، از کردستان و بلوچستان بودن. یعنی این ستم مضاعف وجود داره. وقتی سازمان‌های حقوق بشری میان این آمار رو ارائه میدن که من خودم در یک برنامه این رو دیدم، یکی از دوستان فعال حقوق بشری اومد این آمار رو ارائه داد، اما یک جریان مرکزگرایی ویژه‌ای اومد به تندی با این مسئله برخورد کرد که چرا شما آمدید این تفکیک رو انجام دادید. خب این تفکیک به نظر من به دلیل این هستش که خب در خود این مناطق ستم مضاعفی هست. هیچ وقت در تهران، در کرمان، در اصفهان، در شیراز نیومدن داوطلبی رو به خاطر اینکه داره زبان فارسی رو مثلا آموزش میده اون رو دستگیر بکنن و به 10 سال و 12 سال زندان محکومش بکنن. من سوال مشخصم از شما این هستش که این نقض حقوق ملیت ها با اینکه سازمان های حقوق بشری هم میان اون رو اعلام میکنند، چرا باعث عصبانیت مرکزگراها میشه؟ دقیقاً این سوالی که شما مطرح میکنید این سوالی است که ما هر روز با اون مواجه هستیم. چرا رو ما هر روز مطرح میکنیم. ما ملت‌های غیر فارس در ایران یعنی چندین برابر در زیر این چیز قرار دارن، یعنی فشار جمهوری اسلامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی، یعنی همه اینا در واقع در ما وارد میشه. حتی شما به اینا اشاره کردیم، ولی اشاره اون که بعضی از این ملت‌هایی که در ایران در زندان هستن حتی از طریق اون یکی ها هم چاپ نمیشه. نمونه شو من دارم میگم، نزدیک به 20 نفر بدون هیچ گونه اعتراضی که نه اعتراض کردن، فقط دریاچه ارومیه بود که کمی شروع شد اعتراضات، فقط با نوشته ها، دیوار نویسی، اینا همه اینا رو گرفتن زندان کردن. بعد همینا ادامه داشته. الان اونا 3 ماهه توی اطلاعات هستن. هیچ کدوم از چیزهای حقوق بشری اینا رو اعلام نکردن. من تمام اینا رو گشتم، حتی اونایی که الان دارن تحسن میکنن، اعتصاب میکنن، شلوغش میکنن، من نگاه کردم در لیست اونا هم این نیستش. یعنی ما نیستیم. این واقعا تبعیض این گزینشی برخورد کردن. این چرا؟ بله. من چراشو به دلیل اینکه اینا یه چیزایی دارن، یعنی یه معیارای خودشون دارن که میخوان اون معیارا با ما رفتار کنن، ولی ما هم خودمون روشی داریم. یعنی یا شما قبول میکنین که مثل هر طوری که اونا بخوان رفتار کنین، یا اگر خودتون هستین یعنی این مشکل به وجود میاره. من همین چیزی که شما گفتین که اومدن اعتراض کردن، اینا رو وقتی مطرح میکنن میگن مثلا در فلان جا گرفته شده در رابطه با ایران مینویسن. من اینو چندین بار توی خود چیزم عفو بین‌الملل تنها جایی بود که می نوشت مثلا ترک از آذربایجان، کرد از کرگستان یا از کرمانشاه، این می نوشت ولی بقیه ننوشتن. اونم در یک مواقعی نوشت. اینا من نمیگم ما داخل ایران هستیم، ولی بالاخره ما یک هویتی داریم. این هویت رو نمیتونین شما از ما بگیریم. ما با این هویت به دنیا اومدیم. من یه هم زن هستم هم ترک هستم. من این دو هویت رو با خودم دارم و برای هر دو مبارزه میکنم. امکان نداره زن باشم ترک نباشم، امکان نداره ترک باشم و زن نباشم. این دوتا هویت با منه، دارم میکشم با خودم، برای هر دوتاشم مبارزه میکنم. گرچه مبارزاتی که زنان میکنم برای آزادی، برابری در کل ایران با اون خواسته من هم فرق داره، خواسته من با خواسته اونا فرق داره، چون من بیشتر از اونها به خاطر زن بودنم و ترک بودنم که یک اقلیت ملی چیز دارم، به یک ملت دیگه تعلق دارم،
به خاطر اون هم من تبعیض وارد میشه، به خاطر اون هم من مشکلاتی را که میکشم اونا نمیکشن، من برای اونم مبارزه میکنم. بنابراین به عنوان یک زن و ترک واقعا مسئولیتی که روی دوش من هست بسیار بزرگه، ولی اینا رو نمیتونن بفهمن، متوجه بشن. ببینین فعالیت های زنان غیر فارس در ایران بهشون اهمیت، یعنی هویت خودشون رو نمیتونن اونجا با خودشون داشته باشن. فقط زن هستن در ایران، در صورتی که زنایی که در مرکز هستن امکاناتی که دارم من ندارم، در آذربایجان ندارم، در کردستان نداریم، در ترکمنستان نداریم، در ترکمن صحرا نداریم، یعنی در عرب ها ندارن. یعنی اینو متوجه نیستن که ما اولا از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ما در فشار هستیم، در مورد تبعیض هستیم، و از طرف دیگر اون چیزی که نمیفهمن من با هویتم مشخص میشم نمیشه. ولی اینا مثلا این فرق رو با ما میذارن، مخصوصا این مسئله در رابطه با ترک ها و عرب ها بیشتر عمل میکنه، این واقعیتی است، بیشتر عمل میکنه. هرچند که نمیخوام اینو توضیح بدم، ولی من خودم به عنوان کسی که مستقل فعالیت میکنم، مستقل هستم، جمعیت حقوق بشر آذربایجان هستم، مستقل فعالیت میکنم، من با مشکلات مواجه هستم، من خیلی اذیت میشم در رابطه با فعالیتم، ولی این شجاعت و این چیز رو دارم تو خودم که ادامه میدم فعالیتم، هر مشکلی هم باشه میکشم و میرم جلو. این ما تو حقوق بشر هم ما دیگری هستیم، من اینو روش دارم میگم، اون دیگری هستیم. من نگاه کردم در این مدت، البته امروز خوشحال شدم چند نفر از اونا آزاد شدن، ولی مهرعلی بیگلو هنوز تو زندان، علی بابایی تو زندان سودور، اینا باز زندان هستن. آقای سیامی 77 سالش تو زندان هستش. دیگه واقعا دیگه از این بیشتر ظلم نمیشه به کسی که هیچ کاری نکرده، فقط تو اعتراضات اومده بوده بیرون. میگفت به من نیومده بودم اعتراضات، اومدم فقط ببینم چه خبره. گرفتن، الانم تو زندانه، به 7 سال زندانم محکوم شده در اردبیل. حالا ما اینا رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ جا منعکس نمیشن. چرا منعکس نمیشن؟ حتی ما مشکل داریم با وقتی گزارشگر ویژه میفرستیم، بعضی از مشکل ها رو هم ما متوجه میشیم که چجوری کنار. ولی من اینو نمیتونم بپذیرم در کشوری که من هستم چرا من باید فرق داشتم، چرا حداقل زندانی من چرا باید فرق داشته باشه. خواسته های من ممکنه با خواسته های اونا فرق داشته باشه. خواسته های من یه خواسته هایی است که میخوام به زبان مادری تحصیل کنم، میخوام از نظر اقتصاد خودم رو داشته باشم، و هر حال اون آزادی ها که ازش صحبت میکنیم، برابری که صحبت میکنیم، اون برابر من میخوام با اونا برابر باشم. این که گناه نیست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر الان داریم ازش روش صحبت میکنیم، یعنی همیشه ما اینجا کنار گذاشته میشیم. این چرا رو باید از خود اونا بپرسیم، چرا ما دیگری هستیم، چرا ما نمیتونیم با شما یکی باشیم. حتی در خیلی موارد گزینشی عمل میشه و ما همه اینا رو متوجه هستیم. این که حرفی نمیزنیم، این که چیزی نمیگیم، این به اون دلیل نیست که ما متوجه نیستیم. ما همه متوجه همه این مسائل هستیم، ولی به روزی که بتونیم واقعا خواسته های خودمون با اون خواسته های خودمون پیش بریم و نتیجه بگیریم، با اون اعتقاد داریم پیش میریم. آقای صلواتی گرامی، دوست قدیمی و عزیز، آخرین سوال رو میارم خدمت شما. خب حکومت ها ادعا میکنن که دموکراسی دارن و حقوق بشر رو رعایت میکنن، احزاب هم که مثلا احزاب اپوزیسیون در ایران همه ادعای دموکراسی خواهی و مدافع حقوق بشر رو دارن، سازمان حقوق بشری هم همینطور. به مرحله عمل که میرسه اینطوری نیست. یعنی همونطوری هم که سرکار خانم تبریزی خیلی شفاف و کامل به اون پرداختند، گزینشی عمل میکنند. مثلا من خودم به عنوان یک روزنامه نگار وقتی میام یک خبری رو نگاه میکنم و اون رو پیگیری میکنم، میبینم مثلا فلان سازمان حقوق بشری
به دلیل اینکه آقای X در منطقه Y بوده پوشش نداده، ولی در همان زمان یا دیرتر یک همچین مسئله در منطقه خودش بوده، اومده اونو پوشش داده. خب اگر سازمان حقوق بشری هستی چرا همه رو مثل هم پوشش نمیدی؟ این گزینشی عمل کردن رو خودش انتقادی هست به این سازمان ها، به این احزاب، به همشون. حالا من سازمان حقوق بشر رو به این دلیل در این برنامه میگم چون در خدمت دو عزیز و بزرگواری هستیم که من سالهاست این ارادت رو خدمتشون دارم و میشناسم که صادقانه شما داری برای کار حقوق بشری فعالیت میکنید. میخوام ببینم این گزینشی عمل کردن چرا 5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. بله، آزاد عزیز، خانم تبریزی از تقریبا 2008 که ما با هم دیگه البته ایشون هم از همون زمان فعالیتشون رو بیشتر در UN متمرکز کردن، ما با هم دیگه کار میکنیم. ایشون به عنوان یک فعال ترک و من به عنوان یک فعال کرد، اگرچه در مورد حقوق بشر نمیشه مرزگذاری کرد و ما با فعالین دیگه هم در فعالیت هستیم، ولی به خصوص به خاطر اینکه نمیتونستیم تکیه بکنیم بر این که تفکری که حاکم هستش و همون تفکر مرکزگرایی هستش و این بر فعالیت‌های حقوق بشری فعالین ایرانی هم واقعا یعنی حاکم بود این نوع تفکر و حالا هم همین اکنون هم حاکم هستش و ما مرتب با اون دست پنجه نرم می‌کنیم. اینو ما باید فعالیت میکردیم و مرتب علاوه بر این که فشارهای حکومت برای بلوک کردن ماها ادامه داره، خود این فعالین هم سعی کردن که ما رو فیلتر کنن و متاسفانه همین روند همچنان ادامه داره. خانم تبریزی چرا و من چرا اومدیم و کسانی دیگی مثل ما از نظر فعالین مرکزگرا مورد تبعیض قرار میگیرن، مورد تمایز هستند، در حالی که اصول فعالیت حقوق بشری عدم تمایز و عدم تبعیض هستش، ولی این در مورد ما اعمال شده و دلیلش این هستش که ما علاوه بر مسائلی جانبی که البته همه موارد حقوق بشری مهم هستند و باید بر روی اونها واقعا تمرکز کرد، ولی موارد اساسی این گروه ها، این ملیت های غیر فارس، چون این اصطلاحی هستش واقعا ما به کار میبریم در بحث هامون در UN و این باعث شده که خود این گروه ها مخالف همین نوع بحث هستند، چون همین نگرش قوم و نگرش ملیت یا ملت خودش باعث تناقض هستش و در حالی که اونها باید قبول بکنن دیگران رو و ما هم باید قبول کنیم دیگران رو، متاسفانه این قبول و یا این پذیرش از جانب دیگه وجود نداره و همچنان همون دید غیر مرکزی، همون دید مرزنشینی هستش و نه اینکه انسانها، ملیتها برابر هستند و از حقوق مساوی برخوردارند. و این متاسفانه همونطور که گفتم و خانم تبریزی هم فرمودن، ژاله عزیز، ایشون این مسئله خیلی مهم هستش که کار کردن با سازمان هایی که بر اصول تفکری و اصول سیاسی مرکزگرایی فعالیت دارن برای ما سخت استش و در نتیجه برای اونها هم سخت استش. ما آماده بودیم در خیلی موارد با اینها همکاری بکنیم. در همین انقلاب ژینا همه با هم کار میکردیم و متمرکز بودیم، ولی متاسفانه بعداً تفکرات سیاسی بعض مرزها رو درست کرد و ما منعکس کننده اون درخواستی بودیم در داخل که همه خواهان اتحاد بودن برای مبارزه با این سیستم دیکتاتوری که هستش در کشور، ولی بعض مرزها درست شد متاسفانه. ولی این مشکلی هست که عرض کردم مرتب با اون سر و کار داریم و ریشه تفکری داره و ریشه فرهنگی داره
و تا زمانی که این طرز تفکر و این نوع نگرش به دیگران تغییر پیدا نکنه، من فکر کنم این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. ما حالا با فعالین بلوچ، با فعالین عرب، با فعالین ترک آذربایجانی و ترک ایرانی، البته با اجازه ژاله عزیز، چون همیشه ما این بحثو داریم که آیا ما بگیم آذری ها یا بگیم ترک ها، که ژاله عزیز از کسانی هستند که من بهشون خیلی خیلی احترام میگذارم و ایشون همیشه ترمی رو که میخوان که به کار ببریم و ما قبول کردیم و به کار میبریم در بحثامون، به عنوان ترک هستش، ترک ایران هستش یا ترکای آذربایجان، و ما کاملا باز هستیم برای همکاری با همدیگر، با اینکه از لحاظ سیاسی ممکنه سیاسیون ما ممکنه حتی اختلافات تاریخی هم وجود داشته باشه یا اختلافات خاکی هم وجود داشته باشه، ولی این فکر کنم در مورد حقوق بشر تا به حال نتونسته جلوگیری بکنه از همکاری ما و مرتب با هم دیگه همکار هستیم و بروی مسائلی که مربوط هستش به ملیت‌های غیر فارس، به مذاهب غیر شناخته شده بر اساس قوانین اساسی، قانون اساسی ایران، ما با هم دیگه همکاری داریم و این فکر کنم این هستش، این فعالیتی است که در همون نوعی فکر کنم شاید بگیم جبهه‌بندی هم باشه در مقابل همین تمرکزگرایی یا مرکزگرایی که متاسفانه حاکم هستش، و امیدواریم که این دوستان هم، این فعالین هم بتونن به این مرحله و به این رشد و نبوغ فکری برسند که مسئله حقوق بشر یک مسئله عام هستش، یک مسئله هستش که به تک تک افراد جامعه مربوط میشه. وقتی که ما از ایران صحبت میکنیم، یک فارس در تهران با یک کرد در سنندج با یک ترک در تبریز هیچ فرقی نمیتونن داشته باشن، چه از لحاظ ارج و ارزش انسانی و چه از لحاظ قانون، چون این کاری هستش که ما داریم واقعا این اهداف ما هستش برای رسیدن به این روز. بله، ممنون جناب آقای صلواتی گرامی و همچنین سرکار خانم ژاله تبریزی که در این برنامه دیالوگ با ما بودید. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.